سلام دوستان، آزیتا محسنی هستم، مدرس طراحی لباس. تو این ویدیو میخواستم براتون توضیح بدم که یه طراح لباس کیه، وظایفش چیه و فرقش با یه خیاط چیه. طراح لباس کسی هستش که میتونه از کوچکترین مواردی که دور و برش میبینه طرح یه لباس رو بده و معمولاً احتیاجی نیست که خیاطی بلد باشه. اینکه بلد باشه بد نیست، چون وقتی که یه طرحی رو میکشه و بعد میخواد بده به خیاط که به اجرا درش بیاره، اینکه بتونه روش ببینه، اشراف داشته باشه که کار خیاط خوب هست یا نیست، خیلی بهش کمک میکنه. ولی 100% هم نیاز نیست که خیاطی بلد باشه. اما خیاط کارش الگو در آوردن، برش زدن، بعد دوخت زدن و خیاط توی تیم طراحی لباس کار میکنه. میتونه طراحی لباس بلد باشه، میتونه بلد نباشه و در کنار توی یه تیم در کنار طراح لباس و نمونه دوز و کسای دیگه کار خودش رو انجام بده. ولی طراح لباس کارش اینه که از یه گل، از یه دونه برف، از بالای پروانه، حتی از این چیزی که پشت من روی تابلو هستش میتونه ایده بگیره، از یه دستبند، یه گوشواره، خیلی راحت میتونه ایده بگیره و شروع کنه طراحی لباس کردن. که توی این دوره آموزشی که همراه من هستین، من همه اینا رو به شما آموزش میدم و خیلی راحت، اگر که حتی پیش زمینه‌ای هم ندارید، خیلی راحت میتونید به یه طراح لباس تبدیل بشید.